سلام، سرخط خبرهای امروز 30 دکبر. در داروخانه‌های دوشنبه فروش دارویی را که باعث مرگ کودکان شده است منع کردند. بیش از 2000 مهاجر را برای نکاح ساخته داشتن از شهروندی روسیه محروم کردند. چند منصبدار ناحیه 5 را برای همکاری با اصلاح تیوی زندانی کردند. روسیه امروز به کیف با هواپیماهای بی سرنشین حمله کرد. صبح 30 دکبر پایتخت اوکراین شهر کیف هدفی حمله های 16 هواپیمای بی سرنشین روسیه شد. نیروهای هوایی اوکراین گزارش دادند که تمام هواپیماهای بی سرنشین روسیه قبل از رسیدن به هدف به ضرر گردانیده شدند. سرهی پاپکو رهبر اداره نظامی کیف میگوید بعضی بیناهای مأموری ضرر دیدند. درباره تلفات جانی معلومات نشر نشده است. صبح 29 دکبر بر اثر آتشباران شهرهای اوکراین از طرف نیروهای روسیه کمش 3 نفر به هلاکت رسید. نظامیان اوکراین میگویند آنها موفق شدند که اکثر موشک‌های روسیه را بی‌ضرر کنند. وزیر امور داخلی اوکراین توسط تلویزیون گفت که بر اثر حمله‌های روسیه 3 نفر فوتیده، 6 کسی دیگر مجروح شد. با گفته منصبداران اوکراینی آتشباران امروزه به شهرهای کیف، لووف، خارکوف و ادسا زیان رسانیده است. یک ماشین بارکش که گاز مایع انتقال میداد صبح روز 30 دکبر در کیلومتر 133 دوشنبه چناق به صدمه دچار شده است. در عکس‌هایی که ایریس شرکت خصوصی نگهداری راه‌ها نشر کرده است دیده می شود که ماشین هنگام چپه شدن قسمی از پنجره‌های پل ماشین‌گذار را در این راه خراب کرده است. این شرکت گفته است که در این صدمه کسی جراحت نبرداشته است و گاز مایع این ماشین را به ماشین دیگر ریختند. سبب صدمه معلوم نیست. در گذشته نیز چند بار در این راه ماشین‌های انتقال دهنده محصولات سوزشواری آتش گرفته بودند و چند حالت هلاکت ساکنان نیز ثبت شده بود. در برخی از داروخانه‌های شهر دوشنبه داروی داک یک مکس را از فروش بیرون کردند. این نوع دارو که ساکنان هنگام شمال خوردگی و زکام استفاده می‌کردند به گفته مقامات ازبک باعث مرگ کودکان در ازبکستان شده است. تنظیمگری ملی هند روز 29 دکبر خبر داد که شرکت مریون بیوتک استحصال داروی داک یک مکس را قطع کرده است. مقامات ازبک میگویند 19 حالتی را ثبت کردند که کودکان پس از استعمال این دارو هلاک شدند. در آخرین حالت یک کودک 1.5 ساله در ناحیه دهقان‌آباد ولایت قشقدریای ازبکستان 28 دکبر بعد استعمال داروی داک یک مکس جان باخته است. درباره تصمیم وزارت تندرستی تاجیکستان در رابطه با این موضوع گزارش داریم که در برنامه اخباری آزادی در ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه تماشا کنید. طبق تقویم سال شماری چینی که در تاجیکستان آن را تقویم مولجل مینامند، سال 2023 سال خرگوش است. خرگوش یک جانور است که تا 8 سال عمر می‌بیند و در تاجیکستان بجز نوع یابویی نوع خانگیش نیز زیاد پرورش می‌شود. همکارانمان درباره سال خرگوش و این جانور گزارش تهیه کردند که ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه آن را در برنامه اخبار تماشا کنید. دادگاه ختلان 2 منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن ناحیه 5 را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع هر یکی را به 5 سال و 4 ماهی زندان محکوم کرده است. دادگاه مولوده بایمرادزاده سابق مدیر معارف ناحیه 5، عبدالرحمن عزتمندوف خبرنگار تلویزیونی دولتی جهاننما زایدوف سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه 5 را و یک ساکن دیگر این ناحیه را برای همکاری با اصلاح تیوی مجرم دانسته است. وظیفه فرد 4 مجازات شده در سامانه دادستانی کل تاجیکستان گفته نشده است. اصلاح تیوی که آن را محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین گردانندگی می‌کند در تاجیکستان همچون شبکه منسوب به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. مقامات گفتند که 4 محکوم شده از وضع معارف در ناحیه 5 به شبکه اصلاح تیوی شکایت کردند. نظر ادوکات و افرادی که محکوم شدند دسترس نیست. در گذشته بازداشت ساکنان برای نشر معلومات‌های تنقیدی در شبکه‌های اجتماعی را سازمان‌های حامی حقوق تنقید کرده بودند. با گفته حامیان حقوق، تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی بیان را سرکوب می‌کند. مقامات روسیه گفتند که در ولایت کالوگا این کشور بیش از 2000 مهاجر را پیدا کردند که بر اساس نکاح ساخته یا قلبکی صاحب شهروندی شدند.
ولادیسلاو شپش رئیس ولایت کالوگا روسیه روز 28 دکبر در صحبت با رسانه‌های محلی گفته است که بیش از 2000 مهاجری که با راه ساخته صاحب شهروندی شده بودند از حق داشتن شناسنامه روسی محروم شدند. با گفته رئیس ولایت کالوگا آنهایی که از این راه شهروندی به دست می آوردند عاقبت کار خود را درک کردند. او گفته است 73 نفری که برای ثبت عقد نکاح نامنویس کرده بودند در آخرین لحظه از تصمیم خود دست کشیدند. رسانه‌های محلی نوشتند در میان بیش از 2000 مهاجری که از شهروندی روسیه محروم شدند تاجیکان نیز بودند. ازدواج با شهروندان روسیه یک شرط دریافت شهروندی این کشور است. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند. در یک سال اخیر بیش از 120,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. روز 29 دکبر پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را قبول کرد که بر اساس آن برای در حالت سرخوشی رانندگی کردن محروم سازی از حق رانندگی برای یک سال پیش بینی می شود. نوربک عبدیف معاون وزیر کارهای داخلی قرقیزستان گفت جریمه در حجم $200 نتوانست پیش راهی در حالت سرخوشی راندن نقلیات را بگیرد. داستان بکشف وکیل پارلمان قرقیزستان در اعتراض به تغییرات نو گفت که معیارهای نوی قانونی ممکن سنگین باشد و فسادکاری را میان ناظران بازرسی اتومبیلی بیشتر کند. به اطلاع وزارت داخلی قرقیزستان در سال 2021 در آن کشور بیشتر از 12,000 موردی در حالت سرخوشی راندن نقلیات ثبت شده است. در سال 2022 این نشان دهنده به 13,000 رسیده است. بانک ملی برای روز 30 دکبر قربی 1000 روبل روسی را 141 سومانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 20 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 87 درم مقرر کرده است. قربی رسمی بانک ملی از قربی اسعار در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. تشکر که ما را همراهی کردید. اخبار بیشتر را در صفحه‌های رادیو آزادی پیدا و تماشا کنید. شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. روزی خوش داشته باشید.